استان بلوچستان سرشار از منابع طبیعی با مناظر جذاب، سواحل طولانی است که از نظر موقعیت مکانی و اهمیت جغرافیایی جایگاه منحصر به فردی در جهان دارد. اکنون به لطف پروژه برجسته ارتباط به مرکز توجه جهانی تبدیل شده است. زمانی که پاکستان در سال 1947 ایجاد شد، تنها 375 کیلومتر جاده را به ارث برد. اما به لطف تلاش‌های مستمر دولت بلوچستان و پروژه‌های زیربنایی انقلابی در استان بلوچستان امروز یک شبکه جاده گسترده به بیش از 24,000 کیلومتر وجود دارد که گواهی بر تلاش‌های خستگی ناپذیر چند دهه گذشته است. از سال 1971 تا به امروز دولت بلوچستان 1545.56 میلیارد روپیه برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی سرمایه گذاری کرده است. سرمایه گذاری سرسام‌آوری وجود دارد که حدود 75% از حمایت دولت فدرال را شامل می شود. کار قابل توجهی در زیرساخت‌های راه از سال 1990 انجام شده است و نزدیک به 50% از راه‌های استان در 25 سال گذشته ساخته شده است. به لطف آن سهولت حمل و نقل، کاهش مسافت، بهبود ارتباطات و توسعه اقتصادی امکان پذیر شد. در مجموع 24855 کیلومتر شبکه جاده‌ای در بلوچستان در دوره‌های مختلف در 76 سال گذشته تضمین شده است. در حال حاضر 10.61% از جاده‌ها از 263,775 کیلومتر شبکه جاده‌ای در سراسر پاکستان در بلوچستان واقع شده است. تحت چشم انداز توسعه یک نواخت، ساخت و نگهداری چندین راه مهم در هر بخش تضمین شده است. کریدور اقتصادی چین پاکستان سپک به طول 3000 کیلومتر پروژه‌ای است که بازی را تغییر می‌دهد و مساحت آن تنها در بلوچستان 1685 کیلومتر است. به لطف پروژه‌های زیربنایی در حال انجام در 10 منطقه اصلی تحت سپک، افق‌های جدیدی از تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی روشن خواهد شد. در 5 سال گذشته به طور متوسط سالانه 800 کیلومتر راه احداث و بازسازی شده است. در حالی که تحت برنامه توسعه بخش عمومی از 2023 تا 2024 در سراسر استان با هزینه 667.11 میلیارد روپیه است. چندین پروژه زیرساخت ارتباطی به طول 4294.5 کیلومتر در حال تکمیل است. در حال حاضر روند ساخت سرک‌های مختلف به طول حدود 1830 کیلومتر در ولسوالی‌های مختلف این ولایت جریان دارد. بازسازی 486 کیلومتر جاده و 19 پل آسیب دیده در اثر سیل 2022 با هزینه 31,799 میلیون روپیه به پایان رسیده است. علاوه بر این، روند بازسازی پل راه آهن هاروک در مسیر راه آهن سیبی، هرنایی و مسیر راه آهن کویته سیبی نیز با سرعت بالا به پایان رسید. چمنکوی تا کراچی ن 25 نیز اخیراً با حمایت دولت فدرال تحت بسته بلوچستان جنوبی در حال پیشرفت است. ساخت 6 بزرگراه اصلی به طول 634 کیلومتر نیز با هزینه بالغ بر 64 میلیارد روپیه آغاز شده است. ما نه تنها زیرساخت‌های جاده‌ای را در بلوچستان بهبود می‌بخشیم، بلکه آنها همچنین راه را برای توسعه اقتصادی، فرصت‌های شغلی و آینده‌ای روشن هموار می‌کنند. هر سفر پیشرفتی ادامه دارد و با هر کیلومتر ساخته شده، بلوچستان مسیر خود را به سوی شکوفایی می‌کشد. تعهد ما شرافتمندانه است: بلوچستان در شاهراه توسعه پیش خواهد رفت. اداره اطلاعات دولت بلوچستان.